and turn up the speakers. من کجام؟ کافه رادیو. کافه رادیو. کافه رادیو. کافه رادیو. کافه رادیو. کافه رادیو. چی؟ کافه رادیو. انرژی همراه با برنامه انرژی باشید هر سه شنبه از ساعت 18 به وقت انگلستان. انرژی برنامه ای از کافه رادیو. السلام علیکم. یه لحظه وایسا. یه لحظه، این چیه؟ ما برنامه‌مون انرژی، اومدیم اینجا انرژی بدیم، شاد کنیم، میدونی؟ سلام زندگی سلام. یه لحظه ول کن. خب درود بر شما دوستان عزیز. دیوید هم سلام خودشو کرد. فرهاد هستم، همونطور که میدونید به همراه دیوید با یه انرژی دیگه. این همه بیدار بمونم، هر کاری باشه میکنم واسه رسیدن به تو، هیچ کسی پر نمیکنه تو زندگیم جای تو رو، تو زندگیم جای تو رو. بی تو تنهامو، تو رو میخوامو، هر جا که میرم همیشه همراهی، تو مثل خوابی توی بیداری، آخر عشقی شروع رویامی، تموم دنیامی. منو دوست نداره اونجوری که دلم میخواد، این همه احساسو ببین به چشم هیچکی نمیاد، تنها تویی که واسه من پیرهنشم تن میکنی، تو داری با برق چشات دنیامو روشن میکنی، ستاره آرزوهام افتاده انگار رو زمین، چشمامو بستم رو همه، چشماتو واکن و ببین، چشماتو واکن و ببین. بی تو تنهامو، تو رو میخوامو، هر جا که میرم همیشه همراهی، تو مثل خوابی توی بیداری، آخر عشقی شروع رویامی، تموم دنیامی. بی تو تنهامو، تو رو میخوامو، هر جا که میرم همیشه همراهی، تو مثل خوابی توی بیداری، آخر عشقی شروع رویامی، تموم دنیامی. فردی جانم. اولش که حال ما رو کردی تو قوطی. چرا؟ حداقل بذار این قسمت رو من بگم. بگو. خب آماده؟ دوستان عزیز، برای تماس با برنامه ما، یعنی برنامه خودتون، برنامه انرژی، با شماره تلفن 023 80 227 977 تماس بگیرید و اگر از خارج با ما تماس میگیرین که حتما میگیرین 244 اولش اضافه کنید. بغض جلو چشامو گرفته، گلومم گرفته. خیلی قشنگ اجرا کردی. این قیافت اصلا خیلی قشنگ گفتی. اسلو موشن شده. فکر کنم یه اتفاقایی افتاده. بعد از مدت ها دیدم یه دونه خیلی قشنگ جدی گفتی. آفرین. یاد بگیری. آفرین. خب بچه ها، همونطور که گفت شماره تلفن ما که همونه که دیوید گفت، بعد به صورت 24/7 24 ساعت 7 روز هفته میتونید روی صفحه فیسبوک ما برید واسه پیشنهادات و نظرات و انتقادات خودتون. بعد تازه اگر میخواین برنامه‌های قبلی ما رو گوش کنید میتونید به سانکلاد ما و یا یوتیوب چنل ما برید همونطور که گفت برید. هر چی که خواستیم بوده واسه دوتا دیوونه روی ابر چه
همیشه با همیم. دنیا هیچکی و شبیه ما ندیدین که بخندی بدون که مهمه واسم. اونایی که شاد نیستنم تو اشتباهن. تو بغل من لم میدی بهم میگی تو بغلتم. هوا دو نفر است از بس میشه حرفای دو نفر زد. پای عشق حال همیم. عجیب غریبیم اینا واقعیه هیچ کدوم عجی نی. زندگیمون رو رواله هر جا عشق باشه رو به راه میشینیم. پس واسه موفقیت ها میگیریم جشن. تو به چشمت دیوونه کهانی قول میدم تو تهش تو این دیوونه تو داری تو دیوونه تو داری تو که سورپرایز کردی منو با عشقت. هر سالم که میگذره همین روزو یادته همین روزو یادته. چه ساده دل منو بردی با یه نگاهت. نمیتونم برم از کنارت. چه ساده دیدیم هرچی که خواستیم جوره هرچی که خواستیم بوده. واسه دوتا دیوونه روی ابر چه زندگی خوبه. جوره هرچی که خواستیم بوده. واسه دوتا دیوونه روی ابر چه زندگی خوبه. ما یه نفریم با هم یه نفر قوی که قول دادیم هیچ جایی یه نفر نریم. ما قهر نمی کنیم با هم سر هیچ چیزی بحث نمی کنیم با هم. لج بازی نمی کنیم نقش بازی نمی کنیم به هم پاس میدیم تک بازی نمی کنیم. سرمون گرمه ما دوتایی جمعمون جمعه. فکر نمی پریم وقتی دل میدیم دل نمی کنیم. خبرها موثق هدفها مشخص داره هی میشه قدم ها بلندتر. خودمونیم عوض نمیشیم. اگه راه هم سخت باشه عقب نمیریم برنده میشیم. به همه میگیم همو دوست داریم. ما قول دادیم پشتم شب و روز باشیم. آره قول دادیم شب و روز باشیم. الان چند ساله میگذره که بامه عقل و هوش منو بردم. چشای نازشو دو تا دیوونه که صبح تو شب و دیدیم. شب با هم رو تخت و فر صبح دوباره گیجیم و صبح دوباره گیجیم و بسیار هم خوب. آهنگ با حال همیشه با همین بود با 25 بنده. خب بعد خدمتون عرض کنم دوستان عزیز، دوست من، برادر من، خواهر من، روز فیسبوک هستی، حالا هرچی میخوای شیر کنی شیر کن، ولی یه شیری بکن که تا آخر قرن آبروریزی نشه. یعنی چی؟ یعنی این که طبق خبرهایی که اومده فیسبوک تا پایان همین قرنی که درش هستیم بزرگترین گورستان مجازی جهان میشه. بله و شما فکر کن با تمام چیزهایی که من میدونم حداقل تو روی اون صفحت میذاری، فکر کن نوهات و نتیجهات میخوام برم اینا مثلا ما بابا بزرگمون کی بوده و میام اینا دیوید این بوده اینا رو شیر میکرده. خب شیر نکن از اینا. اصلا چه فرق میکنه وقتی مردی فیسبوک باشه یا نباشه؟ چرا فرق میکنه؟ همون داستان مرد نکونام نمیرد هرگز و ایناست دیگه. تو اون تو کتابا بود. فقط یه چیزی شاید مهم باشه. اگر مردم از سفر خوششون بیاد دعات میکنن میری بهشت. اگر از سفر بدشون بیاد نفرت میکنن هی میری جهنم. بله. ولی اگه رفتی بهشت باید فقط عربی حرف بزنی، اونجا زبون دیگه ای از اون لحاظ. بله خب همونطور که شنیدید حداقل واسه بهشت و جهنمی که فقط تعریف خاصی ازش داره دوست ما دیوید، فیسبوکتون رو یه خورده تمیز نگه دارید از لحاظ چیزایی که میذارید و من میدونم و شما هم میدونین و من میبینم. وای سرای عشق که میکوبه تو سینه تو نبزه تو از کار میندازه. از سرای عشق از سرای عشق از سرای عشق که میکوبه تو سینه تو نبزه تو از کار میندازه.
چجوری مهار کنی وقتی دوره هی داری دور خودت میگردی وقتی دوره انگاری یه چیزی رو گم کردی جواب هر سوالی که داری تو حرفاشه هر کسی زنگ میزنه میگه کاشکی اون باشه آخه اینا همه اثرای عشقه اثرای عشقه اثرای عشقه که میکوبه تو سینه تو نفس تو از کار میندازه اثرای عشقه به گزاری که خبرگزاری ایتالتاس بسیجی اقتصادی ایرانی بابک زندانی به اعدام محکوم شد. بله حالا به حال اعدام که محکوم شد ولی اعدام بخواد بشه اون داستان دیگه ایه. همونطور که میدونید بابک زنجانی با حکم مفسد فعل ارضی به اعدام محکوم شد و البته امکان داره بخوان اعدام بکنن چون به هر حال هرچی زودتر اعدام بشه اون سر نخایی که میره به اون جای بالا بعد اونا امکان داره دیگه نره اون جلوی باز رو زدی جاده خاکی؟ نه کلن دارم میگم داری سکرلت بو قوم سبزی میگه. منم همینو دارم میگم ولی این اعدام نشه ببینین این به کجا آقا میرسه. بیا شرط بندی کنیم اگه اعدام شد تو اخراجی اگه اعدام نشد تو اخراجی. حالا ما رو اعدام مردم سعی میکنیم زیاد این کار رو نکنیم ولی خب من فکر میکنم ایشون به حال آخرش پولو خواهد داد بعد به حال دوستان بین خودشون تقسیم میکنن یه تعدادش هم بالاخره باید بره جای مختلف در جهان خرج بشه و بعد از اون همه چی درست بشه براشون. توی شب سرد زمستون من و خودم با هم خوشبختیم آره میشه میبینیم میتونم دیگه تو این دور زمونه کی غیر من برام میمونه من و خودم با هم خوشبختیم آره میشه میبینیم میتونم منو تنهایی خوبم منو آدم تو آینه منو زندگی بعد از تو داره دوباره میسازه منو خندیدن با مردم منو احساس آرامش منو خوابیدم بی غصه منو خوابیدن با لبخند منو این احساس تازه منو زندگی تازه توی روز گم تابستون توی شب سرد زمستون منو خودم با هم خوشبختیم آره میشه میبینیم میتونم دیگه تو این دور زمونه کی غیر من برام میمونه منو خودم با هم خوشبختیم آره میشه میبینیم میتونم منو رقصیدن تو بارون یا درد دل با دریا منو خوندن یه آواز وقت را رفتن رو برگاه من خوشم با دل خوشی خواهم دیگه هیچ کسو نمیخوام دیگه هیچ کسو نمیخوام توی روز گم تابستون توی شب سرد زمستون من و خودم با هم خوشبختیم آره میشه میبینی میتونم دیگه تو این دور زمونه کی غیر من برام میمونه من و خودم با هم خوشبختیم آره میشه میبینی میتونم توی روز گم تابستون توی شب سرد زمستون من و خودم با هم خوشبختیم آره میشه میبینی میتونم اینجا کافه رادیو هر سه‌شنبه با شما کافه رادیو
نبودنت منو از خودم دورم کرد، به هر چی که میترسیدم منو مجبورم کرد. ببین تموم خنده هام پیش تو جا مونده، منم اون که هر دفعه تو رو برگردونده. تو میدونی بدون تو از خودم دست میکشم، حس میکنم نزدیک من دوباره دیوونه بشم. به هر چی تن دادم که باز دوباره به چشم بیام. چرا نمیفهمی منو تا کی باهات کنار بیام؟ عشقت خیلی منو تنها کرد، بس هرچی به تو گفتم برگرد. من خدایی دارم تو رو برگردونه، حال این روزامو به تو میفهمونه. عشقت خیلی منو تنها کرد، بس هرچی به تو گفتم برگرد. من خدایی دارم تو رو برگردونه، حال این روزامو به تو میفهمونه. ببین نبودنت منو از خودم دورم کرد، به هر چی که میترسیدم منو مجبورم کرد. ببین تموم خنده هام پیش تو جا مونده، منم اون که هر دفعه تو رو برگردونده. تو میدونی بدون تو از خودم دست میکشم، حس میکنم نزدیک من دوباره دیوونه بشم. به هر چی تن دادم که باز دوباره به چشم بیام. ادی عطار بود با آهنگ عشقت. خب میدونی چیه، ما در ایران همه چی درسته، خب بعد همه چی سر جاشه، همه ارگان ها آره هم الان در اینطور پرید بیرون. تنها مشکلی که داشتیم در مورد با دانشگاه ها بود و این کنسرت هایی که اونجا انجام میشه و اینکه میخوان اینو بندش کنن و یا بند کردن و البته ممنوع کنن و البته نوحه و نوحه سراحی میتونه باشه ولی استاد شجریان اونجا نمیتونه بره، استاد ناظریان اونجا نمیتونه بره بخونه و خیلی واقعا یادم دانشگاه درس خوندن این قرتی بازیانی. آره همون مشکلمون همینه که دیگه ببینم فقط تو مسجد بری میشینی کتاب میخونی. تو الان با کی اینجا؟ من با هر کی که باشم به خودم ربط داره. از جلو چشم خفه شو. ساندیس خور همین می‌خواستی ها؟ ساندیس بیا یه ساندیس بندازین. تو با تمام قلب من نیومده یکی شدی، به قصد کشتن اومدی، تمام زندگی شدی. بیا به قلب عاشقم بخونه یه جنون بده، اگه مثل من عاشقی تو هم به من نشون بده. من که بریدم از همه به اعتماد بودنت، دیگه باید چیکار کنم واسه به دست آوردنت. از لحظه ای که دیدمت بیرون نمیرم از خودم، دیگه قراره چی بشه بفهمی عاشقت شدم. درد منو کی میفهمی عاشقتم، چون بیرمی دوری ازم تا رویاشی عاشقتم. خب دوستان و شنونده‌های عزیز، من جا داره اینجا خودم رو تصحیح کنم، واقعا معذرت میخوام. اینو جلوی من نوشته بودن ناظریان و من به اشتباه گفتم استاد ناظری بودن و جا داره بگم که ایشون کنسرتی در لندن داشتن و سرماخوردگی بسیار شدیدی هم داشتن و میگن به صورت بهترین نحو اینو انجام دادن و البته من یه دونه فایل ایشونو با سرماخوردگی میخوام بفرستم برای دوست عزیز آقای شهرام کی. بله چون ایشون بعضی موقع مشکل دارن نمیتونن کنسرت انجام بدن. به حال ببخشید که من اسمو اشتباه گفتم. اگه به هم نمیرسیم تو با تمام من برو، همین برای من بسه که آرزو کنم تو رو. به من که فکر میکنی پر میشم از یکی شدن، همین برای من بسه که فکر میکنی به من. درد منو
کی میفهمی عاشقتم چون میرمی دوری ازم تا رویاشی عاشقتم هرچی باشی درد منو کی میفهمی عاشقتم چون میرمی دوری ازم تا رویاشی عاشقتم هرچی باشی. خب ما معمولا اینجا اخبار ورزشی نمیگیم، ولی یه اتفاقی که افتاده و نمیتونم در موردش سکوت کنم و اصلا کاری هم به استقلال پرسپولیس و این که من کلا تاجی هستم نداریم، اینه که بازی پرسپولیس و تراکتور بود و بازی خوبی بود، جذاب بود، ولی متاسفانه دوباره دوستان با این ترقه ها، من نمیدونم چهارشنبه سوری اینا اشتباه گرفتن. آقا اینا نفوذی ها استقلال بودن، اومدن جای تماشاتی های پرسپولیس سر صدا کردن. آره دقیقاً و تماشاتی خالی بند. بله احتمالاً داستان همونه و موردی که هست متاسفانه این اتفاق، و چون ناظر امنیتی فیفا اونجا بود و اومده بود یه نظارتی بکنه بر استادیوم‌های ایران و این اتفاق اونجا افتاد و ترقه بازی‌ها و کارهای بسیار زشتی که انجام شد و امیدواریم که عزیز من زشت نی، تو چرا فرهنگ گوشی اون باید با فرهنگ تماشاچی‌های ایرانی عادت بکنه. ترقه صداش فرهنگ ما اونه، فضا رو روحانی میکنه تو فوتبال. مشکل اینه که امثال تو بگن فرهنگونه، من نه فرهنگ ورزشی ما فرهنگی که از تختی ها و حجازی ها اومده. چه ربطی به استقلال خیلی ربط داره، خیلی ربط داره. تا زنده هستم من دوست دارم با تو میمونم. انرژی سه‌شنبه ها در کافه رادیو. The conqueror rises, flowing with quiet energy, as heady aromas of the exotic makes the soul wander and dip in pools of indulgence. Be free. Be enthralled. Be alive.
of a story worth retelling. Be where you want to be. Over 100 destinations worldwide. Qatar Airways, world's 5-star airline. When I get a serious craving for something I want to eat, I need some cheese, tomatoes and olives, and maybe even some meat. I need some pizza, 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 pizza. Every time I want that pizza, 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 pizza. Pizza Hot to you. Halal Pizza. Telephone number 02380 331 816. Located at 1A Bedford Place, Southampton. And now, buy one, get one free. Open 7 days a week from 12 o'clock noon. Pizza. پرژین پارادایس، ارائه دهنده غذاهای متنوع ایرانی با کیفیت بالا و حلال، با فضایی گرم و صمیمی میزبان شما هموطنان عزیز می باشد. آدرس 104 پورسوود رود، ساتامتون. تلفن تماس 074 54 444 366. پرژین پارادایس. 10% تخفیف ویژه برای دانشجویان عزیز. انرژی. همراه با برنامه انرژی باشید هر سه شنبه از ساعت 18 به وقت انگلستان. انرژی برنامه ای از کافه رادیو. خب بسیار هم خوب. باید بگم که الان یه خورده این قسمتمون خصوصی در مورد ساتمتون انگلستان میشه
و یه خبرهایی که باید اعلام کنیم در اینجا. خبر اول این که جشن چهارشنبه سوری در ساتمتون خواهیم داشت در روز 15 مارس از ساعت 5 تا 9 شب در رویال ویکتوریا پارک و البته پوستر اینو ماندانای عزیز لطف کردن برای من فرستادند و روی صفحه فیسبوک میذارم. و با آتیش یا بی آتیش؟ با آتیش، فندک، با فندک، یعنی رو فندک میپرید. آره دقیقاً. بعد خب این چهارشنبه سوری از طرف انجمن ایرانیان ساتمتون هست و همچنین از طرف همین انجمن در روز 19 مارس یعنی شنبه آینده در کلاب 1865 در ساتمتون یک جشن خیلی باحال نوروزی قراره باشه. از ساعت کجا نوشتن اینو؟ از ساعت 7:30 تا 12 شب برای استودنت ها و ممبرز 10 پوند ورودی و غیر اونها 15 پوند. بچهای 2 تا 12 سال هم 5 پوند. و جالبش اینه اگر ممبر نیستین بریم ممبر بشین که 10 پوند بدین. یعنی بچه‌ها هم شارژ میکنن؟ بله بچه‌ها هم شارژ میکنن. حالا اینکه احیانا اونجا غذا و یا چیزهای دیگه پروواید میشه یا نه رو من نمیدونم. فقط اینو میدونم که روز 20 هم فردای اون روز یک شنبه یک پارتی ایرانی دیگه در همون مکان خواهد بود برای عزیزانی که اهل پارتی هستن. بله ببینم کدوم یکیشون رقصی تره؟ جفتشون رقصی ترن. الان این آهنگ بعدی ما آهنگ جدید معین رقصی تر از همه رقصی هاست. بریم من بی تو پریشونم، بی تو نمیتونم، عمریه که میدونم بی تو وقتی که از همه دنیا بریدم، اوج پرستشو با تو شناختم، از تو یه عمر یه گوشه قلبم زیباترین بوت دنیا رو ساختم. من بی تو پریشونم، بی تو خب دوستانی که دوست دارن که دوست داشته باشن و با ما همکاری بکنن، بالانس بزنن، حرف بزنن، مطلب بیارن، با فیسبوک ما تماس بگیرین برای همکاری با کافه اودیو. بله خلاصه همین که اگر میخواین با ما همکاری کنید با ما رابطه برقرار کنید. اینطوری که تو گفتی فکر کنم هیچ کی نیاد سراغ ما. بهتر همه کارا من خودم میکنم. آفرین همون دیگه. بعد بچه‌ها و شنونده‌های عزیز ما توجه داشته باشین هفته دیگه ما یه برنامه ویژه نوروزی داریم با آهنگ‌های متنوع و یه قسمت جدید. آره اون یه خورده زوده، بذار تا هفته دیگه. پابندت نشم اما افسوس خیلی دیر جنبیدم، تو خوب فهمیدی که دل باختم،
عجیبه که یکی شبیه من به یک نگاه ساده دل داده، با اون همه غرور و خودخواهی حالا به دست و پات افتاده. وقتش باور کنی حرفامو، من امتحان عشق پس دادم، هر جوری میخوای امتحانم کن تا آخرش پای تو وایساده. دل بری از تو، دل بستگی از من، عاشقی از تو، وابستگی از من. دل بری از تو، دل بستگی از من، عاشقی از تو، وابستگی از من. دیوید، باید میدونی امروز چه روزیه؟ شنبه. نخیرم امروز چهارشنبه. نخیرم روز جهانی زنه. نه بله. تبریک نمیخوای واسه بگی؟ چی؟ واسه اینکه روز جهانی زنه. آقا این زنها چند روز میخوان تو دنیا؟ یعنی چی؟ 2 روز پیش که اینجا روز مادر بود، الان روز زنه. 2 روز دیگه روز دختره، 3 روز دیگه روز فرزند همسره. اصلا چه خبره اینجا؟ نمیدونم، فقط میدونم با این گفتت خیلی برای خود دشمن پیدا کردی. آقا بیا این روز پدرم بردارن بذارم برای خانوما. من یه چیزی اینجا فقط بگم، تمام حرفایی که گوینده ها میزنن به پای خودشونه. من پا ندارم روشان داری میشینم. خب حالا خارج از این شوخی ها، من از طرف برنامه انرژی این روزو به تمام بانوان عزیز تبریک میگم. خیلی هاشون بیشک هم زن زندگی هستن و هم مرد زندگی. پس بچه‌ها یادتون باشه هفته دیگه ما با برنامه ویژه نوروزی میایم و تا اون هفته و یه انرژی دیگه بدرود. همچنین. بله. بلا هرگز نمونه ای خدا، زن گل ماتمه خار و گل با همه، زن نامه روون دشمن جونه، دل سرای غمه، غم عالم کمه، خونه یه دل دمی بی زن نمونه. شاخه بیبرم بیم زبونم، هر که دارد گلی شوق آب و گلی، من بیدل چرا تنها بمونم. بیدل و بی نشان آخر آسمان، شادی روز و روزگار من کو. مرغ پربستم خستم بیقرارم، بگو قرار من کو. زن زیبا بود در این زمونه بلا، خونه بی بلا هرگز نمونه ای خدا، زن گل ماتمه خار و گل با همه، زن نامه روون دشمن جونه، دل سرای غمه، غم عالم کمه، خونه یه دل دمی بی زن نمونه. شاخه بیبرم بیم زبونم، هر که دارد گلی شوق آب و گلی، من بیدل چرا تنها بمونم. بیدل و بی نشان آخر
آسمان شادی روز و روزگار من کو مرغ پر بستم